و توسعه شتاب زده کشاورزی و نواحی انسانساز منجر به نابودی زیستگاه‌های طبیعی گرگیان شده است. این در حالی است که هنوز در ایران مطالعه مشخص و قابل اعتمادی در مورد گرگیان صورت نگرفته است و چه بسا از بین رفتن آنها در هر محدوده جغرافیایی در این سرزمین بتواند منجر به نابودی زیرگونه و یا زیرگونه‌های کشف نشده از آنها باشد. نباید فراموش کنیم که گرگیان از دیرباز مظهری از قدرت، استقامت و ذکاوت بودند و نابودی آنها بدون شک منجر به تغییر و حتی کاهش کیفیت زندگی ما انسانها خواهد شد.